این آخرین فرصتی است که اپوزیسیون ریاست داره به شما میده. داخل کشور صاحبان جدید و مقام معظم رهبری میخواهند به زودی یک کودتایی رو تولید کنن و هرچی جاسوس و خائن و کثافت سلطنت طلب و اصلاح طلب بگیره. چون الان داریم میرسیم به یه جایی که ممکنه مقام معظم رهبری بخواد شخصی رو در جهان معرفی کنه، به قول خودمون در تبدیل. پس ما ریاستی الان باید مراقب باشیم که مقام معظم رهبری کشته نشه این وزیر. همیشه حسینی زندگی کنید و حسینی بمانید. همه جهان گفتن زنده است. اوکی، پس اگه زنده است چرا کمک نکنیم کشته نشه؟ در یک محفل حسینی بنشینه و برخیزه بدون تردید